سلام و درود خدمت همراهان گرامی. موضوع این قسمت در رابطه با اعتماد به نفسه. دوستان، همه ما کلمه اعتماد به نفس رو میشناسیم و فکر میکنیم خیلی ها بهش حس خوبی ندارن، چون برمیگرده به دوران بچگی. تو بچگیامون میگفتن طرف خیلی اعتماد به نفس داره و بعد با لحن خوب نمیگفتن. دقت کردی ما خیلی وقتا صفت خوب رو با لحن بد میگیم، مثل بابا بچه خوشگه، بابا دکتر، مهندس، پشتی. متوجه نمیشم این تعریف یا تیکه است و خیلی جالبه از یه چیز خوب عنوان تیکه بشه در ادبیات استفاده کرد. فقط این نیست، بابا اعتماد به نفس، بابا اعتماد به صبر، اینها چیزایی است که از بچگی بهمون گفتن. فلانی اعتماد به نفسش خیلی بالاست، دارن تعریف میکنن ولی تعریف نمیکنن. بعد کم هم نیست، قدرت کلمات رو دست کم نگیر، چون شخصیتت رو میسازه و تو باورت نمیشه چه محدودیت‌هایی توی ذهنت ایجاد شده صرفاً به خاطر اینکه بهت گفتن تو نمیتونی. نخواه، کار تو نیست، نمیشه، چون خانواده هامون، دوستانمون، اطرافیانمون، محیطمون بهشون اجازه دادیم که برای ما هدف تعیین کنن، برای ما بخوان، برای ما مشخص کنن که حد و مرز ما کجاست. دقت کردی که چقدر برات حد و مرز تعیین شده؟ دوستان، اگه تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید و دوست داشتید میتونید لایک کنید. از آنچه که اعتماد به نفس تو رو میدزده اطرافیان تو هستن، خانواده، نزدیکان زندگی، کسایی که میگن دیدی گفتم این کارو نکن، دیدی گفتم این اتفاق میفته. این دیدی گفتم هاست که اعتماد به نفس تو رو ازت میدزده. البته ما آدم‌های قوی و جنگجویی هستیم که سختی‌های زیادی در زندگی کشیدیم و جلوی مشکلات زندگی کم نمیاریم. ما جلوی فشارهای زیادی که برای ساخت ایده هامون است کم نمیاریم. ما برای یک کلمه‌ای که نزدیکان بهمون میگن کم میاریم. اونجاست که کمرمون میشکنه، چون تو همه تلاشت رو میکنی و برمیگردی خونه انتظار حمایت داری ولی حمایت نمیشی. ولی نباید اگر زمین خوردی دیگه بلند نشی. اگه بلند نشی وضعیت از اون که هست بدتر میشه. اینجاست که باید بلند بشی. اینجاست که باید یک مسیر رو خودت طی کنی، یک جاده تنهایی و یک مسیر موفقیت. دو تا موضوع رو باید به خودت بفهمونی. یک، اینکه من به نظر دیگران احترام میذارم، گوش میدم، ولی برام مهم نیست من باید با این حرفا بجنگم. حالا این جنگیدن چیست؟ موضوع دوم، برای برنده شدن توی بعضی جنگ‌ها تنها راه بردن باختنه. اعتماد به نفس زمانی شکل میگیره که من به همه مسائل عمیق بنگرم، به خودم بیام. وقتی زمین قرار میگیری چرا زندگی مشتای بیشتری بهت میزنه؟ چون داری تعلق میکنی، چون اطرافیان زندگی ندیدن تلاشت رو برای ایجاد رفاهی که برای اونا بوده، ندیدن فداکاری ها تو و ندیدن سختی هایی که کشیدی رو. برای کی؟ برای اونا و ریجکتت کردن. وقتی که تو فقط حمایت حرفی میخواستی، همین یکی باشه اونجا بهت بگه برو جلو، تو میتونی، برو کم نیار. ندیدن نخواستنهات رو، نخواستنهایی که اونا برات ایجاد کردن و تو با این آدم ها بشنو و حرف بزن، پای حرفاشون بشی ولی بهشون اثبات نکن. یه دورانی نظرشون مهم بود، یه دورانی که وقتی بهت میگفتن نمیتونی با حرف باید ثابت میکردی که میتونی و باید بتونم. اما الان دیگه نیاز نیست. سعی در دیده شدن نکن. دوستان، قبل از اینکه به راهکارهای اعتماد به نفس بپردازیم که تأثیرش بر ذهنیت و افکارتون ما رو شگفت زده میکنه، پس پیشنهاد میکنم ویدیو رو تا آخر ببینید. یه جمله ای هست که خیلی خوبه، میگه اگه بهش نرسیدی شاید چون خیلی داری تلاش میکنی رفیق. رها کن. اصلا نیازی نیست برنامه ها تو توضیح بدی، نیازی نیست افکارت رو شرح بدی برای آدم هایی که نمیفهمن چی میگی. اما مشورت کردن عالیه، ازشون مشورت بگیر، از کسی که در اون زمینه موفق شده. بهت گفت نمیتونی، عالیه، از نفر بعدی بپرس. اینکه اونا بهت میگن نمیتونی یا میتونی مهم نیست، اینکه اونها چی بلدن مهمه. خیلی‌ها تجربه های قشنگی دارن
از تجربه هاشون استفاده کنید. شما زمانی درگیر انرژی منفی حرفای منفی اون طرف میشی که باهاش شروع کنی به بحث کردن، شروع کنی به اثبات کردن. تنها کسی که باهاش تو در یک مسابقه بسیار بزرگ هستی که باید از اون جلو بزنی و باید با اون کلکل کنی و به اون اثبات کنی، کسیه که توی آینه بهش نگاه میکنی. اعتماد به نفس از شکست دادن دیروز خودت شکل میگیره. کافیه که دیروز خودت رو بررسی کنی و امروز خودت رو زیر نظر داشته باشی و برای فردای خودت آماده باشی. به پایان این قسمت از اعتماد به نفس رسیدیم. در قسمت بعدی تمرین‌های بیشتری داریم. سپاس از همراهی شما.